الله هم تعصب داره نسبت به بندگانش، خیلی تعصب داره. الله به ابلیس گفته تو 1 سال 2 سال 30 سال 40 سال بندگان منو گمراه میکنید، فکر میکنید که به قول زنجیر کشیدید، دیگه مطیعتان مالتان، از من گرفتید، ولی من یه داغی بر دلت میذارم. بعد از 40 سال 50 سال که این بنده منو شکار کردی، در قبضه خودت گرفتی، یه لحظه یه جرقه براش ایجاد میکنم، یه توبه نصیبش میکنم، تلاش 50 سالت رو برباد میدم. من اجازه نمیدم بندگانمو ازم بگیرید. به نام خداوند بخشنده مهربان. ما در اینجا چندین نمودی داروها داریم، به مانند داروهای هفتگیا، شراب ناب، ملحم سرخیانی و دیگر داروها. داروهای طبابتی ما برای فشار خون، بفرزندی، سرطان، ذوب، عصب، پسوریاز، بیماری‌های معده و روده و دیگر بیماری‌ها میباشند. هر یک چیزی که ما میفهمیم ارزان دسترس، چیزی که آن گل گیاهی است در وطن عزیزمون تاجیکستان عزیز پرورش کرده می شود، در کوه و بیابان‌های تاجیکستان می روید، از همه بهترین است. شما فقط زنگ زنید، ما دارو را بردن میرسانیم. برده رساندن در شهر دوشنبه بی پول. الله غیرت داره، تعصب داره نسبت به بندگانش. این تعصب خدا نسبت به بندگانش و مهرورزیش. خدای نگاه به خطاهای ما مکن، به اشتباههای ما مکن، به گناههای ما مکن، نگاه به اون رحمت بیکران خودت بکن که از خشمت سبقت گرفته. سبحان الله. یک قطره رحمت تو میتونه گناه 100 ساله ما رو برباد بده، ذره ذره بکنه، بسوزونه. این توبه واقعا یک واژه خیلی عالیه. توبه زیباترین واژه در لغتنامه ها توبه هست. توبه یعنی امید، یعنی امید به زندگی، یعنی حیات دوباره، یعنی تولد دوباره، یعنی خود را پیدا کردن، هویت بخشیدن دوباره. امشب یک کتابی میخوندم از شیخ دکتر عائض القرنی، متفکر، شخصیت بزرگیه. کتاب درباره امیدواریه. انسان باید امیدوار باشه به رحمت رب العالمین. نگو من خیلی گناه کردم، نجس شدم، آلوده شدم. 2 نفر حق ندارن این حرفو بزنن. یکی خودت حق نداری به خودت بگی من دیگه نجس شدم، پلید شدم، خدا منو نمیبخشه. حرام کسی بندی از بندگان خدا به خودش این حرفو بزنه، حرام، ممنوعه. نفر دومم کسی حق نداره به کسی بگه من حق ندارم به تو بگم. اگر یک مست سکرانی تو کوچی دیدم که عربده داره میکشه، حق ندارم ای نجس پلید پست، خدا تو رو نمیبخشه. هر لحظه احتمال داره اون فردا توبه بکنه، من برم جای اون بیاد جای من. این جرأت رو به خودتون ندید که به کسی با 4 رکعت نمازت بگی خدا فلانی رو نمیبخشه، حتی که همیشه سکرانه. اگه دوستش دارید تلاش بکن که اونو نجات بدید، ولی قضاوت حق تو نیست، اونو نمیبخشه. تو چی کاره هستی تو رحمت خدا؟ اینقدر شرابخوارا و عیاشا و هنرپیشه ها و خواننده هایی که یک عمر عیاشی کردن، آمدن شخصیت های بزرگی و دعوتگران و مصلحان بزرگی شدن. خیلی از اون مغرور نماها به عبادت های که داشتن مغرور شدن با عبادتشون، درباره بندگان خدا قضاوت کردن، رفتن جای اونا، منحرف شدن. کی میدونه فردا چی میشه؟ اونی که داره عبادت میکنه باید گریه بکنه خدای قبول بکن، منو ثابت قدم بکن. علما میگن و گریه و زاری با گناه خیلی بهتر از تکبر و خودخواهی با عبادت. این در بازه، برای همه بازه. اینجا خانه خداست، خانه من نیست که تو رو اجازه بدم دیگری رو اجازه ندم. کسی حق نداره چپ چپ به کسی نگاه بکنه. بعضی موقع اگر یه برادری احتیاط داره یا یه وقتی دیدی بشه پیکی زده یا کاری کرده تو صف نماز استاده، چپ چپ بهش نگاه میکنن. این اینجا چی میخواد؟ این معتاد آمده اینجا چی کار کرده؟ چی میخواد اینجا؟ حتما آمده تو مسجد کفشو بدوزه، دمپایی بدوزه، فلان. چرا اینطوری فکر میکنی؟ این آمده اینجا چی میخواد؟
یکی از سردسته های بزرگ راهزنان، اگر اشتباه نکنم عیاد یه زمانی رفته بود شب روی دیواری که بپره تو خانه، سبحان الله، رو دیوار منتظر بود که بپره تو خانه. یک دفعه صدای آیی از داخل خانه شنید که صاحب خانه شب به نماز ایستاده بود، زمانی که این رفته بود چه اون خانه رو بزنه. قدیم خود دیگه برقی نبوده، سر صدایی نبوده، خلوت رو دیوار نشسته بود که بپره. یک دفعه صدای آیه شنید که بعد از سوره هم اون صاحب خانه داره میخونه الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش نرسیده کسانی که مؤمنن مسلمانن بر بگردن و دلهاشون بتپه و بلرزه برای خدا؟ وقتش نرسیده؟ هی میخواست بپره، دوباره اون آیه تکرار میکرد. سبحان الله، نمیفهمید که دزد آمده. اون نماز بخون، برای هر شبش بود، نماز شب بود. و بار سوم دو سه بار که تکرار کرد، بار سوم گفت بلا. اون دزده که رو دیوار بود گفت بلا، وقتش رسیده که ایاز توبه بکنه و بر بگرده به سوی خدا. به جایی که بپره به داخل خانه، پرید به بیرون خانه و مسیرش عوض شد و یکی از قضات بزرگ و شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام شد. یک راهزن. انسان نباید ناامید بشه، امید تو نباید از دست بدید. این کتاب ناامیدی عائض القرنی حتما بخونید، داستان‌های خیلی ارزشمندی درش از واقعیت‌ها و از صحابه و از پیامبران و شخصیت‌ها درش بیان میکنه. میگه کشتی تو بیابانی میرفت، تو دریا میرفت، هوا طوفانی شد، کشتی غرق شد. شخصی در تلاطم امواج همجور گاه وقتی میرفت زیر آب، گاه وقتی میآمد بالا، تا اینکه نجات پیدا کرد به ساحل، تو یک جزیره غیر متروکه غیر مسکونی. وقتی که تو اون جزیره قرار گرفت از خود بیخود شد. یک دفعه چه؟ بعد از چند ساعتی که به هوش آمد، دو زانو نشست، دست بلند کرد، دعا کرد خدایا منو نجات بده. تو این جزیره دور افتاده غیر متروکه غیر مسکونی دعا کرد و تلاش کرد، امیدشو از دست نداد. تا اینکه چند مدت گذشت، گفت امروز یه چیز پخته‌ای بخورم، آتش روشن کرد و همین اطراف میگشت. یک دفعه دید که کلبه داره میسوزه. کل اون غذاش و کلبه و جایی برای مسکنش بود و آرامشش بود همه ویران شد. اینجا خیلی نگران شد، دست بلند کرد بارالله، حالا تو این جزیره مدروکه کلبی داشتم، همونم سوخت، این چه امتحانیه فلان. و بالاخره شروع کرد به گریه وزاری. در همین اثنا خوابش برد. بعد از اینکه گریه وزاری کرد، یک دفعه دل حاضر کرد، چشمش باز کرد که یک کشتی در افق داره میاد. آمد نزدیک ساحل، قایقی فرستاد. قایق که آمد گفت شما برای چی آمدید؟ گفتیم آمدیم شما را نجات بدیم. گفت از کجا فهمیدید که من اینجا تنهام، کسی ندارم، نیاز به نجات دارم؟ گفت همین کلبه، همین دودی که به آسمان ما رد می شدیم، مسیرمون رای دیگه بود، دودی دیدیم تو این جزیره، فکر کردیم که کسی نیاز به نجات داره، به هوای این دود آمدیم تو رو پیدا کردیم. تعجب کرد چطوری فهمیدی من اینجام؟ بعضی موقع سختی های تو زندگی ما و شما پیش میاد، ناامید میشیم، قضاوت میکنیم درباره خداوند. خدا کلبش سوزان که دود به آسمان بره، کشتی که تو مسیر دیگه داره میره، این دودو میبینه، میاد نجاتش میده. اون موقع ناراحت بود که چرا کلبش سوخته. واقعا اون لحظه ای که دیگه نفست کم آوردید، دیگه به گفته خودمون بریدید، نفس کم آوردید تو زندگی، ناامید نباش. یه سختی، یه چیزی پیش میاد، یه چیز دیگه بهت میده خداوند، یه چیز ازت میگیره، یه چیز دیگه بهت میده. خب نماز وتر رو میخونیم.
بعد از نماز وتر چون وقت هست به مدت 10 دقیقه اونایی که دوست دارن بعد از نماز وتر و دعا بنشینن. اون 10 دقیقه ساعتهای خلوته. هر کسی دوست داره به زبان فارسی، به زبان خودش، کردی، بلوچی، ترکی، به هر زبانی که دوست داره با الله گپ بزنه، فکر بکنه خودش تنها تو خانه خداست، کسی هم واسطه نداره، وقتم برای سحری زیاد. این 10 دقیقه دیشب تصمیم گرفتیم با مشورت دوستان، پیشنهاد شیخ ماجد، 10 دقیقه بعد از نماز وتر میشینیم ما، هر کسی خلوت میکنه با خودش و خدا، راز و نیازی داره، به زبان فارسی میخواد دعا بکنه برای خودش، برای خانوادهش، برای دوستانش، چون خداوند گفته در وصف مؤمنین بالاسحار هم یستغفرون، در وقت سحر این مؤمنین واقعی هستن که مشغول استغفارن، ذکرن، تسبیحات هستن. جزاکم الله خیر، موفق و مؤید سربلند باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان. ما در اینجا چندین نمودی داروها داریم به مانند داروهای هفتگیا، شراب ناب، ملحم سرخیانی و دیگر داروها. داروهای طبابتی ما برای فشار خون، بفرزندی، سرطان، ذوب، عصب، سریاس، بیماری‌های معده و روده و دیگر بیماری‌ها میباشند. هر یک چیزی که ما میفهمیم از آن دسترس، چیزی که آن گل گیاهی است در وطن عزیزمون تاجیکستان عزیز پرورش کرده می شود، در کوه و بیابان‌های تاجیکستان می روید، از همه بهترین است. شما فقط زنگ زنید، ما دارو را بردن میرسانیم. برده رساندن در شهر دوشنبه بپول.